سلام بچه‌ها، خیلی خوش آمدید. خوشحالم که در کنار شما هستم. قراره که یک ارائه عالی با هم دیگه داشته باشیم و راجع به مسائلی صحبت بکنیم که مطمئنا میتونه بهمون کمک بکنه. صدا رفت بالا، صدا قدرتمند شد، صدا قوی شد. ما میگیم قدرت صدا یعنی چی؟ هوایی که من دارم از توی ریه‌هام خارج میکنم با شتاب زیاد، با فشار زیاد بخوره به این تار صوت و صدا رو قوی کنه، کلمه رو، حرف رو قوی کنه. همین کلمه قوی روی قید چقدر با تأکید بیشتری رفتم. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که من به گام شماره 4 میرسم باید کمی صدام اوج بگیره. من همیشه نیستم توی گام 3. یه زمانی روی همون گام 3 هم که هستم توی همون اتاق 40 متری به همکارم میگم راستی آقای نتاج میدونی امروز چی شد؟ من تازه داشتم باهاش آروم صحبت میکردم. حالا میخوام راجع به یه ماجرایی حرف بزنم که نیاز اینجا با گام بالاتری صحبت بکنم. صدای من جذابتر میشه، قرار قدرت صدا رو نشون بدم، قرار جذابیت به وجود بیارم، قرار جدی‌تر بشم. آقای فلانی امروز یه همچین حرفی به من زد، من نفهمیدم منظورش چیه. میخواستم اهمیت اون موضوع رو بیان بکنم.